لندن خونه خریده. خب من میخواد این رابطه آزاد بشه، پولش بره و بیاد، بتونه خودش بره و بیاد، بچه‌ش بره و بیاد. به نظر من حتما این یک بحث سیاست به قول اقتصادی داره. این آدم حتی اگه با چین هم کار کنه ولی بازم اعتماد نمیکنه. پول باید تو غرب سرمایه‌گذاری شه. مثل اولیگارشی روسیه، آقای ثابتی، اولیگارشی روسیه پولش تو لندن بود. من با این حرفش مخالفت ندارم، بخشش که اولی هستش. دارم میگم بخشی از توده هایی که اتفاقا چش بسته پیروی میکنن از اینها چه ویژگی دارن. من اینجا یه بحثم رو اون افرادی هستش که لزوما ضعف اقتصادی نیستن. برای حرف شما کاملا درسته. در واقع فکر می‌کنم بحثا رو شما تکمیل می‌کنم. سوال اینه پوتین برای اینکه بتونه با از وطن خودش دفاع کنه، از مرزهای خودش دفاع کنه، اول رفت سراغ اولیگارشی. حتی محمد بن سلمان هم برای اینکه بتونه این پروژه رو ببره جلو رفت سراغ اولیگارشی. شما فکر می‌کنید که ما تا وقتی بگیم اینا مازوخیستن، اینا یه سری توده بی سوادن، مرعشی بنده خدا ذهنش نمیدونم قدیمیه، در حالی که مرعشی داره چاق‌تر و پولدارتر میشه و ما داریم فقیرتر میشیم، بدون زدن به ریشه ها آقای ثابتی، بدون درگیر شدن با منابع قدرت اقتصادی اولیگارشی، ما از این چرخه بی پایان بریم مذاکره کنیم، بدیم بره و بعد دفعه بعد موشک رو بدیم و تا اینکه آذربایجان بره، کردستان بره، خلاص میشیم یا نه؟ و آیا کسی هست توی این وضعیت که بتونه سراغ ریشه های اولیگارشی بره؟ خود شما جرأت داری که از یه مرز نزدیک‌تر شی؟ چون همه جا هستن این اولیگارشی، همه چی صاحبه. راش اینه که حکومت از بنیان درستش که کلن گند کرده از ریشه، از همون موقع که رفتن و به سفارت آمریکا حمله کردن و ملیگرایی های کشتن، ریشه ایران از اون موقع خراب شد. گند کرده. بعد این حکومت کلن برانداخت و یه حکومت ملیگرای که به ایرانی بودنش افتخار میکنه آورد و به تمدن و قدرتمند بودن و همبستگی و همدستی یک دسته ایران به حساب باور داشته باشه. نه این حکومت از ریشه خراب بوده و الان این صحبت های میکنه که چجوری راش سادن. این حکومت از ریشه خرابه. سیب گند کرده بندازش دور، کلن گند کرده. این هم نه که یه تیکش رو بخوای پاره کنی، بسا خاچ بکنی و به قشم خوردنیه. این کلن گند کرده، به درد هیچی نمیخوره. بندازش برانداز و یه حکومت درست حسابی ایران پرست بیار. من فکر کنم تنها نماینده‌ای باشم که حداقل در این دوره مجلس، سال دوره قبلی من نمی‌دونم، شاید واقعا افرادی بودن من نمی‌تونم با قطعیت بگم چون یه تو مجلس نبودم، بعد داخل مجلس دنبال نمی‌کردم، ولی در این دوره، در این یک سال و دو سه ماهی که مجلس جدید افتاده، میگم تنها کسی بودم که یه نطق مفصل در حد حالا مفصل که نه برنامه جدال 2 ساعته، مثلا نطق مفصل نهایتا 5 جلسه دیگه اومدم یه بحث اقتصاد سیاسی رو مطرح کردم و همین که شما